مدیر شعبه معارف نویه باباجان غفورов عالم و منظوره روز 18 اپریل سال 2024 هنگام گرفتن پوره در اتاق کوریش از طرف کارمندان ریاست مبارزه با کروپسیون فعالیت سوخت دستگیر کرده شد. در این باره یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 20 اپریل خبر داد. او به دلیل فحش نکردن سری تفتیشات از ارائه تفصیلات بیشتر و از بردن نام نفری که به منظوره عالم و پوره داده است خودداری کرد. درباره با چقدر پوره به دست افتادن مدیر شعبه معارف نویه باباجان غفورov نیز معلومات دقیقی هنوز به دست نآمده است. خود اگنتی مبارزه با کروپسیون بازداشت مدیر معارف نویه باباجان غفورov را هنوز رسما تصدیق نکرده است. خود منظوره عالمو و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. عالمو و منظوره در وظیفه مدیر شعبه معارف نویه باباجان غفورov همگی یک سال این جانب فعالیت داشت. منظوره عالمو تا تعیین شدنش به وظیفه مدیر شعبه معارف از سال 2019 تا سال 2023 مدیر مکتب میانه عمومی رقم 25 بود. نویه باباجان غفورov بزرگترین نویه تاجیکستان به شمار می رود. در این نویه بیش از 90 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارند و تا هنوز در این مؤسسه های تعلیمی هزینه خوانندگان هر ماه 10 سومانی برای فاند مکتب و برای آبونه به گازیت و مجله های رسمی از جمله جمهوریت، صدای مردم، منبر خلق، حقیقت سوخت، بانوان تاجیکستان، امروز نیوز و با چندین نشریه دیگر دولتی یا نزدیک به مقامات مجبوراً مبلغ می ستانند. نسبت به منظوره عالمو بر اساس قسم دوم ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی با استفاده از مقام خدمتی پرونده جنایتی گشودند. با او طبق این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده برای صبح یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال با محروم کردن از حق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین به مهلت تا 5 سال یا بدون آن تهدید می‌کند. ساحه معارف در تاجیکستان از ساحه‌های فساد زده ترین به شمار می‌رود. تاجیکستان در عموم از کشورهای فساد زده جهان به شمار رفته. امسال با همگی 20 امتیازی که پسترین نشاندو در تاریخش است در بین 20 کشور اعظم فساد زده دنیا جای گرفت. در رده‌بندی سالانه ایندکس یا شاخص فراگیری کروپسیون در سال 2023 تاجیکستان یک باره 12 زینه پایین‌تر افتاده در بین 180 کشور در زینه خیلی پست 162 گذاشتند.